در صحرای محشر آنقدر در دنیا گپ بزن، حرف بزن که وقت نامه اعمال تو را به دست تو میدهن بتوانی به دشت سوزان یکا یک را بخوانی و حساب بدی. ای که ساعتها گپ میزنی و میری دنبال کار خود، اینها گم نشده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. همه ملائکه می نویسن. پس بناء فکر صحرای محشر را بردار، آفتهای این زبان را متوجه باش که اگر این زبان را متوجه نشوی این زبان خیلی آفتها داره. پس آفت سوم مجادله هست، مجادله های بیفایده و اینها. احیاء العلوم امام محمد غزالی رحمت الله علیه می نویسد، میگه اگر انسان برای این فرشته ها پول میداد یا فرشته ها مفت و رایگان چیزی را نمی نوشتن، شاید انسان ها حرف نمی زدن. حالا که ملائکه مفت و رایگان می نویسن، اینجا انسان ساعتها میگه. بعد از یک ساعت هم نتیجه گیری بشه، معلوم نشد که این مجادله به نفع بود یا به ضرر، این مجادله منفعت داشت یا مضرات داشت. بناهن پس هر کدام من و شما باید تلاش کنیم که زحمت بکشیم تا این که سخنی بگیم که او به خیر ما باشه، سخنی بگیم که او به نفع ما باشه، سخنی بگیم که به صحرای محشر بتوانیم جواب داده. آفت چهارم از آفتهای زبان غیبت هست. این زبان هست که غیبت میکنه. چشم غیبت نمیکنه، گوش غیبت نمیکنه. غیبت گوش اینه که میشنوه، جرم داره. ولی این عضوی که امام غزالی میگه از لحاظ جرم کوچک و از لحاظ جرم بزرگ، همین زبان هست. همین زبانه که غیبت به وجود می آورد. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا؟ آیا چی کسی دوست داره گوشت مرده برادر خود را بخوره؟ پس این زبان هست که در محافل و مجالس غیبت به بار آورده هست. امروز شیرینی مجالس، لذت مجالس، گرمی مجالس انسانها غیبت شده هست. غیبت هم چیز بعض انسانها توجیه میکنن که این که غیبت نمیشه، نعوذ بالله من ذالک. غیبت کردن حرام هست، اگر کسی او را حلال بدانه بیم کفر هست. پس آفت چهارمی زبان غیبت کردن هست. کسی آمد به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم سوالی کرد. زنی بود، قدش کوتاه بود. وقتی که رفت حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه گفتن که چقدر این قد این کوتاه بود. رسول معظم اسلام فرمودن که غیبت نکن. گفت یا رسول الله کوتاه بود، من غیبت نکردم. گفتن اگر کوتاه نمی بود باز تهمت کرده بودی. پس بناهن چقدر این الفاظ بین جامعه پایین و بالا می شود. پس باید انسان ها متوجه باشن. آفت پنجمی زبان دروغ هست. این زبانه که دروغ میگه، این زبانه که لعنت پروردگار را بر سر انسان می آوره. چون قرآن میگه لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا بر انسانهایی که دروغ میگن. پس این آفت را باید انسان متوجه باشه. اگر انسان، چرا پیامبر اسلام فرمودن کسی که زبان خود را تضمین کند من بهشت را برای او تضمین میکنم. این خیلی کار سختی بوده. بهشت با او همه عظمت و بزرگی، بهشتی که همه نعمتهای پروردگار، بهشتی که همه بالاخره ارزشها در اونجاست. رسول معظم اسلام میگن کسی که زبان را تضمین کنه بهشت برایش تضمین کرده میشه. چون این ضمانت و تضمین زبان خیلی کار سخت و دشواری هست. آفت ششم زبان فحش و دشنام دادن. دشنام از کجا هست؟ فحش گفتن از کجاست؟ بدزبانی از کجاست؟
همین زبان هست که دشنام میدهد، همین زبان هست که فحش میگوید. بناهن باید انسان از این آفت خود را حفظ کند. رسول معظم اسلام میفرمایند ان الله لا يحب الفاحش المتفحش، همانا خدای تبارک و تعالی دوست ندارد انسانهای بدزبان و انسانهای بدگویی را. انسانی که بدزبانی میکنه، انسانی که بدگویی میکنه، رسول معظم اسلام میفرمایند که این انسان را الله دوست ندارد. این آفت ششم از آفتهای زبان بود. آفت هفتم زبان سخنچینی هست سروران عزیز و بزرگوار. سخنچینی از کجاست؟ از همین زبان هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند لا يدخل الجنه، داخل بهشت نمی شود قطات، انسان سخنچین به بهشت داخل نمی شود. وقتی به بهشت داخل نشد کجاست؟ جای انسان سخنچین جهنم هست. سخنچینی را کی میکنه؟ با چی وسیله؟ با همین زبان هست. ای که حضرت معاذ آمد به محضر نبی مکرم اسلام که یا رسول الله عمل را به من نشان بدی که بهترین عمل باشه، رسول خدا زبان را نشان دادن که متوجه باش که این زبان هست که یا تو را خوشبخت میکند یا تو را بدبخت میگرداند. این که پیامبر اسلام میفرمایند اگر میتوانی سخن نیکو بگو و اگر نمیتوانی اولی اسمت، تا این که چون این زبان خیلی مسئله مهم سروران عزیز و بزرگوار. آفت هشتم زبان تهمت هست. اگر یک مسلمان برای مسلمان تهمت میزند با چی وسیله؟ با این زبان هست. این زبانه که میگه دختر فلانی بد دختر است، بچه فلانی بد بچه است، خلاصه فلان کس بده، فلان کس زشته. این زبان هست. اگر فلانی بد نبود، اگر فلانی زشت نبود، به صحرای محشر چی جواب میدهی؟ اگر دختر فلانی بد نبود و بچه فلانی بد نبود، به صحرای محشر چی جواب میدهی؟ بناهن میبینیم حد قذف شریعت مقدس اسلام حد تعیین کرده که انسانی که تهمت بزنه و با او تهمت خود شاهد و گواه و دلیل نداشته باشه، باید که 80 تازیانه بخوره، 80 شلاق بخوره، تا این که بین جامعه اسلامی متوجه باشه که مسئله آبروریزی خیلی مسئله مهم است. پس از جمله آفتهای زبان مسئله تهمت هست. اگر انسان این زبان را متوجه نباشه، فوراً برادر مسلمان شاید مورد تهمت قرار بگیره. آفت نهم از آفتهای زبان مدح کردن بیجا، تعریف کردنهای بیجا. یک انسان قابل تعریف نیست، قابل تمجید نیست، قابل وصف نیست. خصوصا بالاخره تعریف و توصیف حکام و اینها به این است که این آفت زبان هست سروران عزیز و بزرگوار. مدحهای بیجا، تعریفهای بیجا. یک نفر شرابخور را انسان بگه که اینها خیلی آدم شریف و نیکی هستند، این چی عواقبی داره؟ یک انسان قمارباز انسان بگه اینا خیلی آدم مبارکی هستن. یک انسان رشوتخور انسان بگه اینا خیلی جایگاه خاصی دارن. در روایت آمده انسانی که قابل مدح نبود، انسان او را مدح کرد، این انسانی که او را مدح کرده به صحرای محشر به حالت حشر میشه که چنان زبانش از دهنش بیرون شده که زیر پاهایش میشود، به چنین عذابی گرفتار هست. پس بناهن ما نباید که بالاخره انسانهای شرابخور و قمارباز و رشوتخور و انسانهای زانی و بدبخت و شقی را بیاریم تعریف کنیم و توصیف کنیم به خاطر چوکیش، به خاطر ثروتش، به خاطر جایگاهش. بناهن اگر نمیتوانیم، حالا شریعت نمیگه تو مذمت رشوتخور و اینها را بکن، نه تعریف کن، نه توصیف کن و نه مذمت کن. اگر خیلی
احساس مسئولیت میکنی نیمه شب برخیز، ای الله ایر هدایت کن، ای الله این نمیدانه، ای الله این نمیفهمه، ایر هدایت کن. بنان این دعایی که میکنی الله سبحانه و تعالی برای تو جزای خیر میده. بناهن از جمله آفتهای زبان مدح کردن بیجا. آفت دهم مزاهای بیجا، شوخیهای بیجا، خنده های بیجا، اینها آفت زبان هست.